روز 7 ایول در نتیجه یک عملیات نیروهای تعینات خاص افغانستان طالبان به عقب پرداخته شدند. روزهای اخیر سلاح به دستان آشوبگر این گروه شهر کندوز را در محاصره قرار داده بودند. خبرگزاری ریترز نوار دسترس نموده برخورد مسلحانه در کنار شهر کندوز را نشر نمود. در جایی که ما عملیات میریم از طرف شهر یا روز که ما میریم دشمن بسیار یک ضربه ما کم میزنیم. دیگه دشمن توانایی نداره که در مقابل ما استاد شود، بجز از اینکه فرار میکنه، مرده‌هاش در روی سرک میمونه. با آغاز بیرونشوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان که تا 11 سپتامبر به انجام میرسد، طالبان حمله ها در سراسر افغانستان را افزایش داده، مناطق زیادی را به ویژه در شمال این کشور تحت تصرف درآوردند. مقامداران افغان میگویند نیروهای تازه نفس به شمال فرستاده شدند تا طالبان را از ناحیه‌ها و دهات اشغال نمودهشان اخراج کنند. تمام قطعات خاص نیروهای ویژه که در افغانستان است فعلا اکثریتش رهبریتش در کندوز مستقر است، از این رهبری می شود. هیچ نوع مشکل نیست، سر جز از خسته بودن و کسل بودن بعض سربازای ما یک دمه گرفتیم. هیچ نوع مشکل نداریم. اکثریت ولسوالی‌ها پس ما پلان داریم، پلان عملیاتی دوربرد داریم، پیشروی داریم که تصفیه و تلاشی گرفتن ولسوالی‌ها تمام قریزات پس به حساب پست‌های خود قریب فعال میکنیم. دیروز همچنان منصبداران افغان ابراز داشتند که نیروهای حکومتی افغانستان حمله طالبان به مرکز مأموری ولایت شمال و غربی بادغیس را خنثی کردند. این خبر هنوز از طرف منبع‌های مستقل تصدیق نشده است. 7 ایول طالبان به شهر قلعه نو مرکز مأموری ولایت بادغیس حمله نموده، قرارگاه پلیس و ریاست امنیت را اشغال نمودند. والی بادغیس حسام الدین شمس گفت طالبان با خسارات کلان و عقب نشینی از شهر وادار شدند. وزیران کار خارجه 5 کشور آسیای میانه و افغانستان در یک نشست مجازی یا آنلاین از افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگرانی کردند. ملاقات روز 7 ایول با ابتکار وزارت کار خارجه افغانستان و مرکز منطقوی سازمان ملل در مورد دیپلماتیای بازدارنده برای آسیای مرکزی برگزار شد. افغانستان با 3 کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صدها کیلومتر مرز دارد. حضور جنگجویان این کشورها در صف‌های گروه‌های تندرو در افغانستان همیشه مایه نگرانی مقامات این کشورها بوده است. روسیه همپیمان این کشورها اعلام کرد که از متحدان خود در برابر هر گونه تهدیدها از جانب افغانستان حمایت می‌کند.